علت از بین رفتن خط ملی، یعنی که از سالهای 30 عصر 20 ملت تاجیک از اخبار تاریخی ملی خود کنده شد. یعنی که برای یک خلق نابود کردن پیش از همه خط و دفتر او را نابود کردن در کار و این در تاریخ ملت تاجیک بسیار روشن معلوم است. در عصرهای میانه در تمام دولت‌های مسلمانی شرق یگانه خلق بزرگ که در جای اول می ایستاد ملت تاجیک بود، خلق تاجیک، قوم تاجیک. زبان فارسی از پکین تا اروپای مرکزی زبان بین المللی زبان فارسی بود. در یکی از مکتوبهایش مارکس به انگلس می نویسد که من حروف عربی را خواندن حروف عربی را بسیار بد می بینم، اما خواندن الفبای فارسی برای من خیلی آسان است. یک نفر که حرف اسپرانتو را در عصر 19 اختراع میکرد، مارکس از انگلس میپرسد که با او بگو که زبان فارسی را میداند یا نه. مارکس میگوید که با فکرم نمیداند. میگه پس با او بگو که تمام عمرش سوخته است. زبان بین المللی و زبان بین المللی از همه زبانهای عالم دیده زبان فارسی نزدیکتر است. اینا دانشمندای غرب نقض میدانستند. برای همین ضربه اساسی که غرب به ملت تاجیک زد زبان او را از میان برد. در هندوستان که 600 سال زبان فارسی زبان دولتی و زبان سیاسی زبان علمی بود، او را در عصر 17 منع کرد وقتی که هندوستان ضبط کرد و این سخت‌ترین ضربه اول به زبان فارسی آن همین به اصطلاح فتوای انگلیس بود. همین ضربه سخت او زبان فارسی را پاره پاره کرد. قسمت‌های شمالی سرزمین زبان فارسی از جانب روسیه پادشاهی اشغال کرده شد و در این جانب، یعنی که در ماوراءالنهر، زبان فارسی پر از استعمال گرفته شد. گفتند که در زمان شوروی گفتند که خط فارسی خط اسلامی است، زبان فارسی زبان اسلامی است، او را از میان بردن لازم. و بسیار مبارزه شدید رفت با واسطه پانترکستان، مبارزه شدید برای نابود کردن زبان فارسی عملی کرده شد. شهرهای بزرگ ملت تاجیک که در امتداد 1000 سال پایتخت علمی، فرهنگی و سیاسی ملت تاجیک بود از میان برداشته شد. یعنی که سمرقند و بخارا از اختیار تاجیکان گرفته شد و این بزرگترین ضربه دیگر به زبان فارسی بود و موافق دستورات شوروی نام زبان دیگر کرده شد. یعنی که گفتن این زبان تاجیکی است
با دلیل اینکه هر یک جمهوری باید که زبانش به نام او باشد، نام اصلی این زبان از میان برداشته شد و این ضربه جانکاه دیگر بود که بر بدن زبان ملت تاجیک زده شد. اما برای احیای زبان فارسی در صدر اسلام پدران ما مبارزه های شدید بردند، تا اینکه وقتی که عرب آمد مصر و شام گرفت، مصر همه عرب شد، شام همه عرب شد، عراق تا به نصف همه عرب شد. عراق سرزمین فارس بود، مرکز دولت ساسانیان بود، مرکز دولت هخامنشیان بود. 1000 سال در اون منطقه زبان فارسی گهواره تمدن ملت تاجیک بود. در آنجا تمام پدران ما، بزرگان ملت تاجیک، با سروری امام اعظم وقتی که خلیفه ساختن شهر بغداد را در اختیار او داد، در تواریخ اسلام آمده است که ابو حنیفه جوانان هوشیار مغزی ماوراء النهر، خراسان همه را دعوت کرد به بغداد. گفت که ما در اینجا پایتخت اسلام میسازیم و هر یک گذری، هر یک کوچه شهر بغداد را با قوم از تاجیک داد و کوچه بزرگی بود که با نام کوچه اوسروشنه‌ای ها بود نامش، که تمام جوانان اوسروشنه یعنی که استرافشن در آنجا گرد آورده شدند. جوانان بخارا در کوچه بخارا زندگی میکردند در شهر بغداد. جوانان ختلان در کوچه بزرگ با نام ختلانیان زندگی میکردند. همه اینها شاگردان امام اعظم بودند. پدران ما در آنجا یک سد بزرگ ساختند تا اینکه زبان عرب به شرق ایران زمین نآید، یعنی که مثل مصر و شام عرب نشود مردم خراسان، بلکه همچو فارس همچو تاجیک باقی ماند. این خدمت بزرگ تاریخی را انجام دادن ایشان و امام اعظم جوانهایی را که در اطرافش گرد آورده بود تمام قانونهای اسلام را در مذهب خود در آنجا می ساخت، در آنجا ترتیب می داد و در عالم اسلام منتشر می ساخت. این بود که فتوای بزرگ در آنجا داد که با زبان فارسی نیز می توان ارکان اسلامی را اجرا کرد، یعنی که نماز گذارید. برای همون در عهد سامانیان تعلیمات امام اعظم همچون تعلیمات اساسی اسلام در امپریای سامانیان قبول کرده شد و تمام ایران شرقی و هند شمالی و چین غربی همه در مذهب امام اعظم مسلمان شدند. تا به امروز مسلمانان چین از کدام ملتی که باشند نباشند همه نماز را به فارسی میگذارند، نیتشان به فارسی است، حتی نکاح میکنند نکاحشان به فارسی است. این تأثیر نهایت بزرگ فتوای امام اعظم است.
از امام اعظم پرسیدن که گفتی که همه زبانهای خداوندند، پس آیا به هندی و ترکی نیز میتوان نماز گذارید؟ گفت نه، فقط به فارسی، زیرا زبان پیغمبران گذشته فارسی بود. بدین واسطه یعنی که امام اعظم از داخل مذهب راه ترقی ملت تاجیک را معین کرد. بسیار غلبه زیبا به دست آورد. با واسطه فتوای او سامانیان در تمام قلمروشان فرمان صادر کردند که همه کتاب‌هایی که به عربی هستند به فارسی ترجمه شوند، تا اینکه همه از تاریخ و تمدن اقوام اسلامی با خبر باشند و در آن حالت تاریخ گذشته ملت تاجیک از فارسی از پهلوی به عربی ترجمه شده بود و دویم باره از عربی به فارسی دری ترجمه شدند. تمام عالم اسلام از دانشمندان بخارا حذر میکردند. حتی وقتی که اسماعیل سامانی را خواستند که بر تخت سامانیان گذارند، وی جرأت نکرد، به بخارا وارد نشد. در کرمینه دانشمندان بزرگ اسلامی آمدند و تاج امارت را به سر او گذاشتند تا اینکه با جرأت به بخارا داخل شود. یعنی که علم بخارا همه را زیر تصرف آورده بود. تا چین تا پکین زبان فارسی منتشر بود. بعد از آن که اسماعیل سامانی به سر تخت آمد، فرمانها پسی هم صادر شدند و زبان فارسی شکل کتبی آن منتشر شد. تاریخنامه بزرگ طبری به فارسی منتشر شد. امیر سامانی به بلعمی سفارش داد که تاریخ طبری را پارسی کن تا مردم بدانند که اصل تاریخ چیست. در برابر طبری از تواریخ بزرگ گبران نیز استفاده کن. تاریخ بزرگ گبرها یعنی فارس ها را نیز بیاموز. از روحانیان زردشتی نیز بپرس و تاریخ منطقه را در آنجا جا کن. و بلعمی امکانیت بسیار فراهم آورد. بلعمی دانشمندان بزرگی را در اطراف خود گرد آورد و همه به ترتیب تاریخ ملت خود پرداختند و این کار از دایره اسلام بیرون نبود. با واسطه احکام اسلامی این کار خود را تحکیم بخشیدن و این کار را انجام دادند. تاریخ طبری که بلعمی ترجمه کرد از تاریخ طبری اصلی از زمین تا آسمان فرق دارد. بلعمی همراه دسته دانشمندانی که در اختیارش بود تمام تواریخ نانوشته مردم تاجیک را در آنجا گرد آورد و آن تاریخ طبری همچون کتاب تعلیمی در تمام امپراتوری سامانیان پهن کرده شد تا به این روز اهمیت او همچون کتاب تعلیمی در میان مسلمانان تمام منطقه شرقی به اصطلاح خلافت عصر میانه‌ای وجود دارد. تا به این روز دانشمندان بزرگ
از نصف برخواستند. امروز در نصف یگان کس با فارسی حرف نمیزند، اما کتاب های بزرگ در نصف نوشته شده اند که زبانشان زبان عالی ترین فارسی است و دانشمندان ما را لازم است که این کتاب ها، یعنی کتاب هایی که در عصر 10-11 با فارسی در حدود امروزی ازبکستان نوشته شده اند، همه با فارسی عالی نوشته شده اند. این معنی آن را دارد که مردم این منطقه همه تاجیک بودند. چنانکه که گفتیم با واسطه از خواندن خط محروم شدن، بسیار صحیفه های تاریخ ملت تاجیک گمنام شده ماندند. از جمله یکی از شخصیت های بزرگ مبارز ملت تاجیک، یکی از قهرمانان خلق تاجیک، خواجه اسحاق ختلانی که سال 1423 شورش بزرگ را علیه تیموریان شروع کرد و در ابتدای شورش کشته شد. امسال 600 سال از این حادثه می‌گذرد. به علت ندانستن تاریخ در تاجیکستان در این موضوع کسی حرف نمیزند. در کتاب‌های درسی نیز چیزی گفته نشده است که این بزرگترین مبارز خلقی تاجیک است که در حدود امروزه تاجیکستان قیام کرده است علیه خاندان تیمور و تیموریان. خواجه اسحاق ختلانی پسر شاه ختلان بود. وقتی که میر سعید علی همدانی از همدان با پیروان مبارز خود با ماوراءالنهر آمد تا اینکه علیه تیمور مبارزه برد، او آمد و در ختلان جای گرفت و خواجه اسحاق، یعنی که پسر شاه ختلان، او را در پهلوی خود گرفت و در حمایت خود جای داد و آن لشکریانی که میر سعید علی همدانی همراه خود آورده بود در حمایت او چندین سال در ختلان به سر بردند و این مبارزه آنها قریب 50-60 سال دوام داشت که در تاریخ ملت تاجیک چنین مبارزه خلقی را یاد دادن بسیار مشکل است. فقط شورش ابو مسلم خراسانی را علیه امویان مثال آوردن ممکن است که با این شورش مانندی داشت، ولی متاسفانه ما از این شورش آگاهی کامل نداریم. نقش خواجه اسحاق ختلانی بسیار بزرگ است در راه استقلال خواهی ملت تاجیک. یعنی که امروز در تاریخ نامه های ما گفته می شود که ملت تاجیک 1000 سال بعد از سامانیان دولت نداشت و هیچ مبارزه نبرد برای دولت ساختن. این بسیار فکر باطل است. وقتی که ما درباره خواجه اسحاق ختلانی از تاریخ خبرهای تاریخی را درج میکنیم، میبینیم که ملت تاجیک هیچگاه از مبارزه های استقلال خواهانه خود دست نکشیده است. هیچگاه. این شورش از ختلان سر شد و در کابل خواجه اسحاق ختلانی به قتل رسید. در آنجا لشکریان شاهرخ تیموری علیه او لشکر کشیدند و جنگ شدید شد و در آنجا به قتل رسید. امروز مزار بزرگ خواجه اسحاق ختلانی در گورستان کابل محفوظ است
و مقبره دو آشیانه دارد که احمد شاه درانی در عصر 19 آن را ساخته بود. در ناحیه کلوب در دهه همنام او دهه خواجه اسحاق قبر یعنی که مقبره دیگر او موجود است و میگویند که وقتی که سر او را بریدند در کابل شاگردان سر او را آورده در زادگاهش به خاک سپردند و این مقبره سر اوست. متاسفانه در زمان شوروی از این مقبره همچون مزار یاد کردند و گفتند که کیم کدام ملا است که در اینجا خاک شده است. برای همین خواجه اسحاق ختلانی همچون قهرمان خلق تاجیک باید در کتاب‌های درسی تاریخ خلق تاجیک جای داده شود و این عباره آن که 1000 سال ملت تاجیک دولت نداشت این باید از میان برداشته شود. این سخن باطل. وقتی خواجه اسحاق ختلانی شورش کرد دولت کردهای هرات دولت تاجیکی وجود داشت. پایتخت شهر هرات بود و تمام ولایت غور حدود این دولت بود. ولایت بخش تاجیکستان نیز حدود این دولت بود که متاسفانه در کتاب‌های درسی تاجیکستان از این یاد کرده نمی شود. از امپراتوری بزرگ غوریان دولت دیگر تاجیکی بسیار بزرگ که تمام هندوستان در اختیار او بود قریب که یاد کرده نمی شود. همه این به علت آن است که ما از خواندن خط نیاگان خود محروم شدیم. در سال 2009 در واخری بازیاییان پرزیدنت مملکت با تمام دانشمندان تاجیکستان با وزارت معارف با وزارت فرهنگ عموما به هر نفر فرهنگی سفارش داده بودند که آموختن خط نیاگان برای همه حتمی است. متاسفانه به علت از خودشناسی ملی دور شدن ما این خط همچون خط بیگانه در میان ملت تاجیک این فرموده عملی نشد. یگان وزارتخانه یگان مؤسسه فرهنگی و علمی در عملی کردن این سفارش جد و جهد نکرد. این بسیار بدبختی بزرگ است برای ملت تاجیک و یک نفر افغان به من گفته بود که در تاجیکستان فقط رئیس دولت بیدار است و دیگر همه خواب است. در ایران همه بیدار است و تمام دولتداران خواب هستند در شناختن ملی. در افغانستان همه بدبخت است، همه به جنگ گرفتار است و کسی از تاریخ ملت خود خبر ندارد. هر آنچه که رئیس دولت امر میدهد او به صفت فرمان حتمی یعنی که یک کار واجب در مملکت است. هر کس که مسلمان است اینا باید اجرا کند. استاد چون فتوا؟ بله، یعنی که فتوای رئیس دولت برای اهل مملکت واجب است. متاسفانه است سبب بیخبری ما از همه رکنهای گذشته ملی خود با این چیزها اهمیت نمیدهیم. استاد عزیز، از سال 2009 اینجوری من شما را نه از میدانم. شما یک شخصی مبارز در راه ملت، همچون ملت برای من خبر داره. شما نمی شود که برای خود زندگی کنید. هر یک تاجیک وقتی که خود میگوید خود، اگر که او تاجیک است تمام همین ملت خود است. همین غفلتی که در ملت مشاهده می شود یگان کس را نمیگذارد که خواب رود، یگان کس را نمیگذارد که آسوده زندگی کند. تا ملت بیدار نشود
و راه راستین ملی خود را پیش نگیرد، عالم دانشمند حقیقی خود را آرام حس نمی کند. یعنی دانشمندی که از حقیقت تاریخ از اصل معنی آگاه باشد. اگر اون چیزی که در زبان کمبودی است کمیته زبان باید نظارت کند، نمی کند. یعنی که هر کس وظیفه خود را اجرا نمی کند. هر کس اگر در جای خود وظیفه خود را سری وقت اجرا کند، این ملت همچون گل میشکفد. آن اعتبار بزرگی که در عصرهای میانه داشت آن را بار دیگر به دست میارد. این امکان را او دارد.